روی خط تشریف دارین صاحب، بسیار خوش آمدین صاحب. السلام علیکم. بفرمایید صاحب. با شما هستم صاحب، بفرمایید. با تقدیم درودهای داغ در این فصل سرد برای شما گرامی نادر جان کمیاب، خوشحالم از این که شما را مثل همیشه خوش خندان میبینم. جناب شبتاب صاحب شما کجا هستین؟ او برادر ما را بخوار خطا ساختین که از جور هستین، سرطان خوب بود یا مسافرت؟ اگه والا اقلال میته برادر کلگی دل واپس شماست، دوستا پرسان میکنه برای من در سرنگ ماشینم هر روز زنگ میه که شبتاب صاحب کجاست، شبتاب صاحب کجاست؟ او برادر کجا هستی؟ نادر جان سبب غیبت مایی بود که گفتم خود امتحان کنم که معتاد برنامه شما نشده باشم. چطور بود صاحب، شده بودین یا نه؟ دیدم که نه نشده بودم. شده بودین که نامدین صاحب. اگه نمیشدین نمیامدین دیگه حال باید بیایم. صاحب بفرمایید صاحب. دیگه بر همیشه که نمیشه، دیگه برای یک مدت ترک کردیم و دوباره آمدیم. ما نگران صحتتان شده بودیم، گفتیم امیدوار هستیم که صحتتان خوب باشه، سلامت باشین. من همیشه برنامه شما رو میدیدم دیگه. خب میگه جرنده که در پلار دم پوار ده. صاحب دیره درسته دیگه. این دوستای بسیار زیاد آمدن و همگی سهم گرفتن و برنامه شما را گرم ساختن. لطف میکنن دوستا، همگی پیش ما جای خود داره، شما یک جای دارین دیگه دوستا، همگی یک جای بسیار خوبه پیش ما، کل شما دارین صاحب. هر کدام شما اگر نمی باشین باز ما دلواپس میشیم براتون صاحب. بفرمایین محترم. لطف و کرمتان. بدل صاحب در روبایی چنین میگه گر عین و گر اقتباس دریافته ای، در انجمن حواس دریافته ای، بر دامن جس چاک تحقیر مدوز، اقرا به همین لباس دریافته ای. واه واه. و هم درودهای فراوان خویش را خدمت تمام میهنان هم زبانان و تمام بزرگواران دوستانی که همیشه در برنامه‌های شما سهم میگیرند و صدای چکامه هایشان در گوشها تنین میاندازد. مخصوصا گرامیان جناب قاصد صاحب، لالندری صاحب، اومانجان کوهکدای، جناب رایی صاحب که دیده می شود حالا رنگ گلها را بهتر تشخیص می دهد، و هم محترم تحما صاحب که دوباره از میهن برگشتن و یاد از من کردن، و هم همه یاران مهربان که در اینجا شاید نگنجد که به نامشان اشاره کنم، فقط آرزوی صحت و سلامتی همه را آرزو دارم. نادر جان به نظر من دوست داشتن خوب است، اما عادت کردن دیوانگی، که تواتر عادت اعتیاد را به وجود می آورد. البته از نسوار پلوماتک گرفته های روین، مورفین و حتی برنامه های تلویزیون که بعضی به ملازاده ها عادت میکنن و بعضی به دشمنانش. در کشور ما تنها محترم کرزی خودش را سیاستمدار نمیداند و به هیچ چیز عادت نکرده، دیگر همه مشغول بازی سیاست هستند و عادتهای فراوان را دارند. مشکل جامعه ما اینجاست که اگر 92% بیسواد در جامعه ما باشد، سیاستمداران ما از 100% هم زیاد هستند و همه میخواهند که یک شبه رای 100 ساله را بروند، نه در عمل بلکه در حرف. البته با درود به جناب نجیب جان نور، 2 هفته قبل یک غزلی از روانشاد فروخی از زیر قرائت کردند و غزل بسیار نابی بود که من این غزل مخمد ساختم به تاریخ 13/11/9 و این خدمتشان تقدیم می‌دارم. امیدوارم که قبول فرمایند. بسیار عالی. و غزل بسیار خوب است که آهنگش هم احمد ظاهر خوانده. بله. دیگه فروخی از یکی از شاعران مشهور دوران مشروطیت ایران است که در سال 1318 تا 1368 زیسته، البته در یزد. و این غزل عنوانش است به نام شب عمر. شب که در بستم و مست از می نابش کردم، باری با تار زلف مستی ربابش کردم. بیت چشمان به نظر
قطره آبش کردم، دل در خون شده را غرق عذابش کردم. ماه اگر حلقه بدر کوفت جوابش کردم. منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم، می نمود زخم تنم تازه به پیمانه چشم. آشنایان دغل تابش افسانه چشم، پیکی از دردی بود سرخی مستانه چشم. آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم. شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، سوزی از سوزش دل چیست نوشتم باشم. از خطار خوتن است قطره چو بختم باشم، دمی کز کوی مغان ناله شنفتم باشم. آتش در دلش افگنده و آبش کردم، غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد. در بیابان جنون تاب و تب از غصه نهاد، آتش عشق و جنون تا کره بر جان فتاد. دل فرهاد اما از شور به بیتابی زیاد، خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم. زندگی کردن من مردن تدریجی بود، درد آبروی وطن ریختن تدریجی بود. پاسخ گفتن اگر گفتن تدریجی بود، آتش داغی می سوختن تدریجی بود. آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم. البته گرامی با یک بیت که با یک ربایی که برای ایام عید است، ایرام خدمتان تقدیم میکنم به نام قربانی و عید. بسیار بفرمایید آقای شفا. عید آمد و قربان رهش حیوان شد، و از دیدن گوشت خنده به لب انسان شد. ای کاش که روز و ماه و همسال همه، چون عید شود چنان که بر سلطان شد. البته گرامی با سپاس شما و از وقتی که بر ما دادین و تشکر از الطاف و مهربانی هایتان. زنده باشین آقای شفتا. بین خوب شد که باز آمدین که این دوستای ما که منتظر صدای شما بودن مشتشات واسه ما در آشکار نهان همیشه به یادتان هستیم. 100% و خدا حافظ. بارمدان زید.